رانو رو پیش از مرگم ندیدم. سخن خیر بگو. انشالله نمیمیرم. با بیمارخانه میرویم. گپ زدن ممکن نیست. از دوستان تنها شما و یگیت موندید. رانو رو تنها نگذارید. پیش از ما الله است. و مثل پیشینه در بینمان جا میگیری. خودت رو خسته مکن. چرا تنچه را نکشتم؟ چرا؟ کمان رسیدیم. چرا این خیلی شده است؟ نمیدونم رانو، به خدا که نمیدونم. حالش چه خیلی باشد؟ احوالش وزنین بودگیست. وزنین می بودکای نجیب می گفتند. خدایا خداوند مدد کن. امیدم به تو. آخر همه این چرا به سری ما می آید؟ دوال من درست بد حالی من. دخترم کمی صبر کن، اول رفته بینیم. میدانستم، دلم گواهی میداد. فهمیدم که ناخوشی روی داده است. آروم شو رانو. به طرف راست گرد. مایلش. آیسته تر احتیاط کن. جان زودتر. تیمور بده چشم. تیمور مرا تنها نگذار. من میمیرم. این خیلی نگو تیمور. تو زنی با غیرتی. به من هم میتوانی. چی شد سرکمیسر؟ تیمور را پراندند. ناز نشد. زودتر احوالش بد است. تیمور طاقت کن. تیمور کاش که مرا در این احوال نمیدیدی. التماس این خیلی نگو تیمور. تو زنده میمونی. رانو فکر نمی کنم. حسی عجایبی پیدا شده است. مردنش آدم میفهمیده است. خدا یارت مرا ببخش. التجا میکنم خداوندو. خدا. خدایا خداوندو. خدایا مدد کن. خدایا. آروم شو رانو. تیمور گفت که تو دختری با غیرتی خودت رو به دست گیر. گفتید که تیمور رو با آسانی میگیریم. گفتید که با او هیچ چیز نمیشود. همین است عملیاتی عادی گفته‌تان. رانو التماس. نمیدانم. در اصل همه کار خوب میرفت. به این هم دایما خوب میرفت. مادامی که خوب بود چرا شوهرم آغوشته خوب؟ چرا در میز جراحی؟ چرا؟ رانو آروم شو دخترم. گناهی آنها چیست؟ رانو بیاشین آروم شو. درده مرا کی راز. من میخواهم دانم این کارو کی کرد. به من بگوید کی کرد این کارو. بگوید من میخواهم دانم کی کرد. یگان کس تعقیبمان کرد؟ نه سردار، همش رو گذاشتیم. زود درها را محکم کنید. کسی به هیچ کجا نبراید. حالا هم ما را میکنم. دو پلیسی خر را به قتل رسانیدم. تو خوب احمق بوده ای. بیهوده همه جا را پر از خون کردی. یگان کس را کشتنی که شدی آرام نکن. دیوانوار به هر کجا تکالی نکن. آخر آقای فرخ، به اجازتی من کسی کاری نمی کند. من مرگویم میمیرد. اجازتی هم زندگی میکند. فهمیده؟ آقای کبوتر. لبای سردار. امان پلیس نامش چی بود؟ خیری. تلفن خیری را به من ده. زودتر. تونجر شخصی از اعضای نشه جلابان. نجیب او در حبسخانه نبود؟ نه، تونچر یک چند روز پیش از حبسخانه گریخته است. تیمور را به ماشین سوار میکردم که پراند حرامی پلید. چرا چشمت رو میگریزونی؟
وجدانت عذاب میدهد. شوهرم رو دیده و دانسته به دست آنها سپاریدی. رانا تو چی میگویی؟ تیمور در حال ادای وظیفه بود، تو خود میدانستی. حلیمه هم در ادای وظیفه بود. رانا، حلیمه را چرا مثال میاری؟ این چه علاقه دارد؟ او شخصانی خواستش رو میکشد و شما تماشا کرده میشینید. رانا خودت را به دست گیر. چرا خاموشی یگید؟ آخر گپ زن یا اینکه وجدانت ناراحت است. رانا، گویا که تیمور را من پرانده باشم. تو چرا این خیلی گپا میزنی؟ این حال همه سخت عصبانی هستیم. این لحظه برای همه حساس خود را باید به دست گیریم، وگرنه شیطان از این وضعیت خوب استفاده میکند. لبیکه بله، در بیمارخانه خیلی وزنین است، جراحی کرده ایستودند. خوب، من به شما زنگ میزنم. چی شده است؟ جراحی دارم. آقای فروخ آمدم. خوش آمده سردار. خوش آمدم و یا نه آمدم میبینیم. مال تیار است. ببینیم. شما مرا مسخره میکنید ها؟ همشیره به خون گروه بی منفی احتیاج داریم. حاضر در بیمارخانه نیست. من زود به دیگرها خبر میرسانم. لازم شود اعلان میدهیم. چی شد همشیره؟ با بیمارخانه بی منفی لازم. خونی خیلی هم کم یافته است. حاضر در دست نداریم. نجیب، خونی تو هم از همین گروه هست. من از همین گروه هست. من میدم. اول خونتان رو سنجیم. با من رفتیم. قدرت خداوند بی پایان است. حکمتش را تنها خودش آنا دیدی میداند. یگان جای آمدی ترس کار نیست. را کمی بین. دیگر صبر کن. شکر که اکای نجیب همین جا هست. گوش کن، سلاحت را پرتم. فروخ دکانی خوبی شده ای. پر را پیشکی میگیری. بعد ککین گفته آرد میدی. آرد؟ چه خیلی آرد؟ تو چی ها میگویی؟ گیر خودت بین. نجیب ککین گفته به ما آرد داده است. این چگونه کار است؟ جزایت را میگیری. این مالت رو به یگان نان پابر. چای پولیتون میشود. تو چی ها میگویی؟ کدی روید از اینجا. اینقدر آسان نیست. پیش پرداخت چی میشود؟ 500,000. البته چارش را میبینیم. پولی مردم را گرفته و عادت خواب کردن نداریم. آن طرفش رو نمیدانم. کار را یا حل میکنید و یا به 9 انگشته میرسانم. سردار چارش را میبینم گفتم. بچه های ادراگیر از اینجا رفت. اگر باز یک خطایی شود سلاحتان را گیرید. نمیشود. حل میکنیم.
بازی برادر معلوم می شود مسخره داری. نباشد وقتی مسخره بازی رسید. چی شد دکتر؟ چی شد؟ افسوس بیمار رو نجات داده نتوانستیم. چی علاج؟ خدا رحمتش کند. هر چیزی از دستمون اومد کردیم. میبخشید. سلامت باشید. رانو رانا جون. غمگینم رانو. و مثل تو من هم غمگینم. وعده داده بودید که رساق و سلامت میارید. از دستمون اومده رو کردیم. از دستتون فقط همین آمد. همین. تیمور مرد. مرد. خدایا تیمور به خاطر من بود. به خاطر من. به خاطر من. سرکوی سر خوب هستید؟ خیری منو تنها گذار. تنها گذار. بچه ها رفتادید. التماس میکنم یک بار دیگر رویش رو ببینم. التماس میکنم. جوانم. التماس یک بار تیمور. تیمور آنها به تو چی کار کردن تیمور؟ نامردها شوهرم را کشتید. شوهرم را دیده و دانسته با مرگ نمون کردن. نامردها. زردهید نامردها شوهرم را به مرگ نمون کردن. کلمه یگید کجا؟ رانو
ба қадри йигит ман ҳам гунаҳкорам. Сардори гурӯҳ манам. Ҷанг кунӣ маро ҷанг кун. Дод занӣ ба ман дод зан. یکی تونچر رو به سرمون آورد جوابش رو میگوید او چی کار کردنیست؟ نجیب همش با عیبی تو شد همش با عیبی تو شد تیمور با عیبی تو کشته شد با عیب من شد؟ رانا تو چی ها میگویی؟ تونچر به تو قصد داشت لیکن تیر به حلیمه رسید اکنون تیمور هم کشته شد رانا تو آخر چی ها میگویی؟ مگر در مردن حلیمه خودت را گناهکار نمیحسابی چه دروغ است مگر بگوی مگر حلیمه با عیب تو نمرد تو قاتل آنهایی یگید یگید را یافته همه اینها را یک به یک میخورم. خاموشی است. گناهکار یا زوری میکنی یگان جا نمیروی. آنها روی راست ما را مسخره کردند. حاضر در همه جا ما را جستجو دارند. پس آنها غالب شدند؟ نه، لیکن چی کاری که میکنیم به گفته من میکنیم یا گفته من را میکنی یا دفع شده میروی. از آنی که در اینجا مثل کودکا در دست بازیچه گرفته ای رفته قاتل را یافت. رانا از حد زیاد نگذران. این را برای آن دادند که چون کلید مانک استفاده بری. بس کن رانو عیب است کاردار نشوید. آنها مردهای ما را کشته ایستادند تو باشی تماشا میکنی. بس از رانا. تو چی خیل پلیس هستی وطن رو همین خیل محافظت میکنی. بس گفتم تو فکر میکنی که من خودم رو عیبدار نمیحسابم. از روزی که حلیمه مرد هر روز هر ساعت به خودم میگویم که کاش به جایش من میمردم. لیکن از دستی من چی میآید چی کنم؟ فکر میکنی که مردن تیمور را میخواستم. افسوس که پشیمانی سود ندارد. تونچر حالا هم در آزادی گشته است ولی تیمور مرد. اکنون نوبت کیست؟ نوبت اکای نجیب یا نوبت تو؟ رانا بس شد. با این عصبانیت کاری حل نمی شود. التماس داد و فیقان رو خاتمه بخش. سردارم نان تیغان کشد دلش را خالی کند. حاضر وقتی بحث نیست. وقتی دستگیری یکدیگر است. بیایید یک جای رویم. شما با ماشین شینید من چیزها رو گرفتم میارم. دخترم بس کن گریه رو دیگر از دستمون کاری نمی آید. وقت که رسید
هممون از این دنیا میرویم. قپای هنر رو آخرون بود دیدن نتوانستم. رانو اما که سوها کجا چرا نامدند؟ دیشب با خارجه رفتن. 1-2 ساعت پیش زنگ زدم. گفتن که کوشش میکنن که برگردن. زنگ میزنم. لبای پدر بایلش خواطر نشوید. اکای نجیب و پای هنر همین جویم. بایلش خوب آمده نمیتوانند. ای خدا چرا این طور شد؟ نامدی کار. نجیب چی خیل شد؟ تیمور رو چی خیل پروندن؟ تیمور نزدیکیت بود. آن وقت من بیهوش بودم. نفر من رو در پشت سرم زد. افتیدم. و خود آمدم پس تیمور آغشته خون دیدم. عجابت کارم این که در آنجا بودن من را کسی نمیدانست. کی آمده از عقیبم زد نفهمیدم. یگید زیق نشو. تو یگون عیبی نداری. رانو از علمش همین طور میگوید. درد حقیقت را پدید می آورد و بعد آن حقیقت دیگران را به درد می آورد. لبای؟ در رو زدم نگشودید. چراغ هم خاموشند. من تو را تماما فراموش کردم. ببخش. من حاضر می آیم. من همینجا انتظار می شوم. حضور دادت هم می آید. سردارم من باید بروم. دایه فاتح را در انتظار کردم. مایلش تا پگاه. هم از مال محروم ماندیم و هم 500,000 دلارمان به باد رفت. بغیر از این چند آدممان مرد و چند نفرمان دستگیر شد. فرخ کیست مسئول این کار؟ شاید با تو باور کرده خطا کردم. در نقشه همون کمی خطا رخ داد. تنها همین. پلیس های سری را خلال رساندن. لیکن این اشتباه 1 میلیون دلار ضرر آورد. پلیس خودش کیست؟ قانون کشور ما هستیم. به قانونی هم پلیس هم ماییم، راهزن هم ماییم. راست میگویی سردارم. خواهیم کشور را تقسیم میکنیم، خواهیم میفروشیم. حجت ها در دست ما کی کاردار میشود؟ آخر سردارم این پلیس ها فرق میکنن. محابات نکن. چه خیل دیگرم. آنها 3-4 پایلوچی معاش خورند. همه ارزش خود را دارد. کسی که قیمت خود را نداند خطش میزنیم. انا دادت آمد. ببخش خیلی انتظار کردم. هیچ گپ نی. فاتح من چه خیل است؟ شیر بچه من. دیر نشده من روم. اگر خواهی من برم. نه زحمت نکشید، به اتوبوس می روم. شبتون خوش. تشکر، شب بخیر. بیا شیر بچه من، بیا جان دادا.
بیا شیر بچم، بیا جانی دادا، بیا. آرام شو بچه جانم. فردا تو هم کلان می شوی. آینده این کشور چی می شود خدا می داند. به شرفان می خواهند مملکت را غارت کنند. میدریس، حلیمه، تیمور در پیش چشمانمان رفتند. من هم مثل آنها با سرم یک تیر زده به خواب ابدی روم. خدایا، از چنین زندگی بیزار شدم. تنها کافرها ناامیدند. تو؟ نجیب را پیش همی شناختم. شخصی است که در کارش جدی است. خریده نمی شود. یک گید هم بسیار عجیب است. او یک دیوانه است. چه همین دو سه پلیس شما را ترسان؟ من وزیران را، دپوتاتان را، روزنامه‌نگارها را در گردنشان حلقه آویختم. تو باشی از پلیس سخن میگویی. دیگر گپ نیافتی. زود رفته کار را حل کن. همه نرخ دارد، همه ضعف دارد. سردارم افسوس، این شخصان یگان پهلوی ضعیفی ندارند. زن، پول، خانه، استراحتگاه. اینها یک نسل عجیبند. 3 تنگه معاش میگیرند و اما به این کار سرخم نمیکنند. از قاعده دویمی طلایی را به کار بر. پلیسی که رشوه نمیگیرد باید مراد. فهمیدم سردار. لیکن همین یگیتی گفتگیتان خیلی تون میجاز است. همینش را دانستم که سر هیجان است. رگ اساسیش را باید دانید. خوب میشد که اگر با ما کار کند. خیلی دشوار است سردار. خصلت وطن دوستداری و صداقت دارد. آن طرفش را به من گذار. شما قابلیت کار کردن را گم کرده اید. دادن پول را که دانی همش خوب می شود. ما بسیار وطن دوستان را دیدیم. جورا جان، میمدو دوستم باز با مثل خیزر به دادت رسیدم. برادر جان، بیا گذرشین. کجا شدی برادر جان؟ تماما ناپدید شدی؟ تیمور شهید شد، خبر داری؟ بله، حلیمه رو هم میدونم. خدا مغفرتش کند برادر. تماما حیرانم. کسی که به من دست دهد و همدم شود به بلای گرفتار می شود. این چی تاله شب نمیدانم. جورا، موجت روی باز کردی چی؟ میبینم که از شبکه دویم حرف میزنی. ممدو از بسیار چیزها بیخبری. میگویم که سری خاخم را گرفته برایم و با یک تیر کارم را تمام کنم. اما این کودک پیش راهم را میگیرد. هر شب حلیمه به خوابم میدارد. باز تیمور علاوه شد. من در برت میشوم دوستم، نترس. اول خداوند بعد من. از اوله همه کار میبرویم. آقای فروخ چه خیل گذشت؟ یک دنیا گپ شنیدم. میدانی چی؟ اگر کاری نادرستت را بینم سرت را میگیرم. خاطر نشو آقای فروخ. کلف خطاگیم را میپردازم. باور کنید حیران میشوید. من چی میگویم و این چی میگوید؟ این دفعه وضعیت دیگر است. این جنگ دیگر جنگ است. اینها 3-4 کودک نیستند. و مثل دولت در دولتند. نامرد و بیشرفند. ممدو سخنی گفته اترابین. گروه تیار کرده اونها از گروه ما پرقوت‌تر است مگر؟
آخر ما آنها را با چه عذاب‌های دستگیر میکنیم و آنها به حضور از محبس میبرایند. مسخره آنها چیزی نیست دوستم. همه‌شان متحد شوند، هم نامردند. ما مردیم، جسوریم. در کجا دیدی که شهران ایستاده باشند و شغالان رئیسی کنند؟ خوب گفته دوستم، شغال هیچگاه شیر نمی شود. و جنگل قانونی سیرک را جاری کردند. شیر را در قفس کردند و به او درس شغاله می دهند. در رازش عکس گرفته به او پیسته و چارمغز می دهند. وضعیت چون این صورت گیرد دور شغال و سکا می شود. جورا جان این سخنوبتو نمی زیبد. ممدوح به یگان چیز اعتمادم نمانده است، نه به پاریس و نه به قانون. بیا بچه جانم، بیا. یا بار خدایا، بخشیدم ثواب و ثمره آیت قرآن عظیم الشأن را بر روح پرفتوح فخر کائنات سروری هر دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و گذشتگان اهل این مکان این دعا را یا ربی آمین. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین. آمین. خدا جای همه‌تان را جنت گرداند. رانا خانم در این روز ماتم چه گفتنی دارید؟ چی گویم؟ اگر قاتلان شوهرم خاطر جمع شده باشند خطا میکنند. همه‌شون در نزد قانون جواب میدهند. همه‌شون. پیش روحی پاک از شرمنده و خجالتم ببخش. قاتلت را دستگیر کردیم اما از دستمان گریخت. برای کشتنش اجازت ندادند. تیمور هم شهید شد. باز کاری کرده نتوانستیم. مرا ببخش حلیمه. اوچه اپای حلیمه در همه جا خوب است. بچم تو هم به روحی آنها فاتحه خون. آمین. آنها بی‌پروایانه خاطر جمعانه سیر و گشت کرده گشتند و تو باشی یک نزدیکانت را به خاک میسپاری. رانا تو چی ها میگویی دخترم؟ اقلا در نزد قبر حلیمه نگوی. مگر دروغ است اپا؟ نگاه کنین مثل کودک میگرید. اقلا ازل پیرین شرم دارد. دولت با آنها بیهوده سلاح نداده است. ما جانمان را به آنها امانت میسپاریم. اگر کار کرده نتواند سلاحش را سپارد. بس کن. یگید خیز را
خیز رفتیم با من. رانو بس است. یگید رو بسیار اذیت دادی. اما به خانه رفتیم. اثری بزرگ شده است. شوخی به شوخی بسیار آدمان را به آن دنیا فرستادم. حداقل بعدی مرگم اثری میگذارم. در مکتب ها ناموزندم. باکی نه. خیری دعا پاد و رانو رو برده رسون. شما روید. من کمی پیاده میگردم. جورا جان با تو کار دارم. تو با کجا؟ خوب تو رو در شعبه با میخوریم. مالش. بچه ها چخیلی که شما خبر دارید ممدو در استخبارات ادای وظیفه میکرد. از این پس کار را با ما دوام میدهد. حاضر درباره فرخ کبوتر به ما معلومات میدهد. مرحمت ممدو. تشکر سردارم. برادران اولا میخواهم که دانید این آدم ها گروهی خرد نیستند. از نشجلابی تا سلاح، از قمار تا آدم فروشی در همه جا آدم های خود را دارند و مثل گروهی تروریستان برای رسیدن به هدف خیش به همه کار دست میزنند. دستانشان دراز است. بله سردارم. کارشان تنها با این محدود نیست. گروه های خرد جنایی هم از آن هاست. دزدی، تنفروشی، مرکز های دلخوشی. خلاصه آن جایی که پول هست آنها هم هستند. میلیاردها دلار را جمع کرده در کارهای افلاس سرپرستی میکنند. ایستا بگویم! ایستا! حاضر مغزی سرت را با 4 طرف پشتی هم ها؟ کپتن! چرا دزدی میکنی؟ اگه التماس بیزار شدم. کپتن! چی در داری؟ چرا دزدی میکنید؟ ای شرم نمیکنی که نزد رو غارت میکنی ها؟ بقای چی؟ شرم نمیداری؟ بس کن آسا برو با ماده احمق! حاضر کشمت! ایست نجوم
سلاحت را پرتاب دستانت را بردار به شما دهم چیکار میکنید؟ گپ زنید با اون طرفش کارت نباشد به حاکم میدیم جزایش را میدهد بله به حاکم به سود میدهید به شما گویم که بعد چی میشود به سود میدهید سودی هم میگوید که خیر جوانی کرده است این کارها میشود او را جواب میدهند بعد یک هفته در گوشه راه پیرزنی را در شکمش کارت مییابیم برای چی گپ زن برای 3 تنگه آدم میکشد برای 3 تنگه همشهری مشکلی ایجاد نکن مشکلی را با شما من ایجاد کردم اگر من نمی بودم این دوست کیهان گریخته بود کی میداند برای کدام گروه کار میکند امروز دزدی پگاه جنایت پس فردا باز ترکیش ها باز چیکارهایی میکند خدا میداند خدا دیوانه شده ای راست پیشم سرم را در بلا نما دیوانه بله دیوانه هم کردم پران مرا همه شاهید است نه درس پران مرا سرده من هم کاری خوب میکنی التماس پران میگویم همشهری از برای خدا براحت رو التماس یک تیر زن التماس من را گران کردی کی هستی تو مرحمت بخون ببین چی نوشته شده است ببین سرکمیسر یگید گلدوزار سرکمیسر ببخشید لیکن شما خوب هستید از این خوبتر مگر می شود پیش درا رفتیم پس این بلا رو چگونه رفع میکنیم؟ سردار گروهی مخصوص آماده میکنیم و مثل زید سوختار یعنی آتش را با آتش خاموش میکنیم ممدو تو هم از دایره قانون بیرون نبرو ما آدمان قانونیم و مثل گروه های غیر قانونی گروه بازی نمیکنیم میفهمم سردارم لیکن باید اصول پای توزه استفاده بریم تا موفق شویم گفتم که نمیشود ما پلیسیم از قانون بیرون نمیبرایم اگر از قانون بیرون برایم با مثل گروه های متشکل به دولت تنها ضرر میرسانیم و خلاص مرا ببخشید سردارم به شما گپی دارم بیگانه نیستی تا هم همراه شو اینطور باشد من هم اشتراک میکنم این همه رو چکر فهمیم سلاحم و حجتم دیگر لازم نیست به این هم فایده ای نمی بخشد استعفا میدهی مگر؟ نه کاری دیگری را سر میکنم چی؟ کاری دیگر سر کردنی است؟ میخوای یک تازی کنی؟ تنها میخوای عدالت جاری کن و فکرم باز لباس مخصوص هم میخوایی یعنی با لقاب مخصوص میگردی ها؟ سردارم چه ها میگویید؟ سرگرم نزن سلاحت رو گیر جنایتکاران را دستگیر میکنیم و با یک زنگ تلفن جوابشان میدیم حتی از حبسخانه هم به مشکلی فرار میکنند بس است جوره کارو نو سر میکنیم شما بازی کردن گیرید من دیگر در این بازی شریک نیستم چه بازی بوده است؟ با قاعده های خودم قاعده های بازی دیگر می شود از این پس مثل آنها بازی می کنم یگید بچه ها در این طرف مجلسگاه شوبه جایگیر شده است این کس سرکمیسر یگید اینها کیه؟ سرکمیسر اینها طالب علمان اکادمی پلیسند تجربه آموزی آمدند حالا که دیر نشده است به خانه برگردید پلیس شده چیکار میکنید ها دولت رو حس میکنید بهترش نشه جلابی کنید دخترها رو فروشید اغواگری کنید غصب کنید هم صاحب پول و هم صاحب اعتبار میگردید خوش آمدید بچه ها یگید صبر کن و تو میگویم یگید صبر کن جوره ایست است برای خدا اکی گفتم یگید صبر کن یگید لبای سردارم لبای چی میگویید خوش چیکار میکنی خودت تنها رفته همه آنها رو به قتل میرسانی لازم شود ها میکشم چی فکر میکنی با تو ستاره میدم پس تو از اون حیوان ها چی فرق داری وقتی به قانونی میکنی راحت میکنم این وظیفه رو برای تامین نفسمون ندادن برای فدا شدنمون دادن من هم خودم رو فدا میکنم شما در اینجا با کتاب‌های قانون پرونده ها نویسید و در اتاق ها نشستن گیرید
راست میگوید از روی کتاب میگوید من هم فکرم میخواهم مثل سرکمیسر یگید باشم. من تو رو میفهمم درد داری. من هم مثل تو میسوزم. فوری حرکت کرده میخوایی. شیطان همه وقت شتاب دارد. گیر سلاح گیر. نزد شما ماند. در تابوتم میگذارید. باز فراموش کرد چی؟ آقای گیر کشایید دایم همین خیلجانکم پدرت کجا شد؟ پدرش در همین جاست. بیا با آغوشی دادت درو. تو کی هستی؟ دیوانه؟ دایی میخواستم کودک داشته باشم. قسمت نبوده است. سرده درشام حاضر با پدرش زنگ میزنم. این کودک باز دیوانه شد. مثل بقیه که سرخی را دیده است و کجا زدنش را نمیداند. آخر یگید را میدونید. فعلش چنین است. از دوره دانشجویی همین خیل بود. باز یگان دیوانگی نکند. من او را پنج هم بری میدانم. یگان دیوانگی میکند. سردارم او را با من گذارید. علاج یافته آرامش میکنم. میلش رفته یاب. همه کار رو بکن. احتیاط باش. چشمت را آزو مکن. در میانمون مش بچه هست. با دقت باش. سردارم چه ها میگوید؟ بعد گپ میزنیم. حاضر رو. یگید رو یاب. اطاعت سردارم. دمت رو گیر. کودک رو کجا؟ حرومی. کودک رو گیر. کودک رو ده میگویم. در رو کشا. کودک رو ده. با پدرش گوی که از زندان سلام گفتند. خودش میفهمد. با اجازتی شما. در رو کشا. شکر رو. در رو کشا میگویم. ده کودک رو. کجا میبری کودک رو ده. من چی کار میکنم؟ با پدرش چی میگویم؟ سرکمیسر مرد از این کار کیها پیاده؟ باز دروغ میگویی. این را به کسی گویی که تو را نشناسد. من وقتی بیهودگویی ندارم. به من سلاح لازم. من از کجا سلاح دارم؟ برادر سفسطگویی را بس کن و سلاح را زودتر برار. برای دستگیر کنی نآمدم. حجت هم ندارم. من دیگر پلیس هم نیستم. زودتر یا بس کجایی که نباشد. مبادا مرا دستگیر کنی؟ نترس هیچ گپ نمی شود. زودتر. اینها در یگانجا ثبت نشدند؟ نه. تیر هم ده. 2 قوطی 50 تیره بس است. M65 هم در کار می شود. در روی درم سلاح شکاری نوشته شده است. توبه خدایا.
در روی درت سلاح شکاری نه یا انبار سلاح نویسی بهتر است. تیرهای مخصوص داری؟ خوب میشد اگر برای خوک وحشی باشد. حالا در ما خوک خیلی زیاد شده است. بگیر این پولها را. من تو را ندیدم و تو هم مرا ندیدی. فهمم؟ من این کار را 40 سال است میکنم و تا حال کسی را ندیدم. خیلی خوب. سلامت باش. با پدرش چی میگویم؟ با این سبیل ماند تلفن کار نمیکند. ای خدا جان، مرا پدرش میکشد. ای خدایا. با شما چی شد؟ مرد بچه یگید را گرفته برد. فاتح را؟ تو از کجا میشناسی؟ من همکار یگیدم. توبه. چه گرفت؟ مرد رو دیدی؟ رفتیم با من. زود به شعبه میرویم. اینش باز چی؟ کله یگید. کله یگید؟ تو دیوانه شده ای تونچر. با من مسخره بازی داری؟ آقای فرخ، این کودک یگید اکنون یگید در دستی ما. برای کودک که آمد کلش را من میگیرم. مرا گوش کن دیوانه. باز هم حبس خانه رفتن میخواهی؟ حاضر تو را کشت همینجا گر میکنم. آخر آقای فرخ. چی آخر؟ رفته کودک را در یگان جا مانو تلفن کن گیرن. با یگید کتاب و کتاب نداریم مگر؟ آن را تو نه، من قرار میدیم. سرداران نقشه عجیبی برایشان دارند. تو میفهمی؟ حاضر گم شو. بیا رفتیم. سرداران نسبتش نقشه دارند. آنها نقشه داشته باشند من هم دارم. فرصت تا پیشی پایم آمده است. فرصت را با پا زدن احمقی است. نشد. گریخته میروم از اینجا. یگید را نمیمانم زندگی کند. همین کس دزدیده است؟ خودی خودش گفت که به یگید بگو که از زندان سلام. خودش میفهمد. معلوم که قاتل حلیبا و تیمور است. خدا کند که پیش از یگید او را یابیم. این خوب نشد. یگید خودش مثل بمب شده است. اگر این را شنود تونجر را میکشد. چیکار کنیم سردار؟ یا یگید را و یا تونجر را پیش از یگید باید یابیم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا
сардорам телефонаш тамоман хомӯш аст. инаш намерасид. он қадар даводаве ки аз ақиби йигит мекунам, аз ақиби гунаҳгорон медавидам, айни ҳол Истанбул шаҳри бехатарини дунё мешуд. сардорам бояд ҳар чӣ зудтар равем. ба куҷо мерафта бошад? намедонам, лекин бояд ӯро зудтар ёбем. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره خوش آمدی یگید. مرحمت دارم. نه نمیدارویم اپا. با رانو 2 دقیقه گپ دارم. دارو گپ زن آخیر. التماس اپا او را اینجا دعوت کنید. إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا یگید تو رو دیدن میخواهد. در اومدن گیرد؟ گفتم نه آمد. إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا چی میخواهی؟ 1 دقیقه. کم و مختصر میگویم. من به جستجوی قاتل حلیمه و تیمور میروم. ممکن دیگر نمیبینیم. مرا ببخش. اکنون قهرمانی رو سر کردن میخواهی؟ این دفعه عزم من دیگر است. قاتل را رفته یا قهرمانیت فقط در سخن است؟ اپا اونها درباره چی صحبت میکنن؟ نمیدونم. یگیتی بیچاره رو نرنجاند. الو؟ یگید را نمیابم. به خانه آمده باشد. در همین جاست. با رعنا صحبت دارد. چی شد نجیب؟ چخیلی که نباشد کمی معناش کنید. ما در راهیم. زود میرسیم. مایلش فهمیدم. نجیب گفت که یگید را نگاه داریم. به زیر زمین در آید هم میابم. خونده های حلیمه و تیمور را حتما میگیرم. خیر تا بازدید. یگید بچم به کجا میروی؟ بیا کمی شین. کار دارم باید روم. یگید می در آمدی؟ بعد می آیم. خیر تا دیدن. ای خدایا توبه این بچه به کجا می رود؟ تو هم او را بسیار می رنجانی رنا. من به او هیچ چیز نگفتم. خودش به خودش سفسطه گفته ایستاده است. او دیوانه است. به او هیچ چیز نگوید آخر. الو خوش کار کردید؟ یگید حالم در اونجا؟ نه حاضر رکک برآمد. چرا کمی معناش نکردید؟ چند مرتبه گفتیم که ایست گوش نکرد. چیکار کنیم نجیب؟ یگید برآمد است؟ بله. مرحمت. خدایا باید فاتح رو می آورد. فراموش کردم. ای خدا باز چرا دست نورس است؟ کجا اینقدر سراسیمه ای؟ حاضر می رویم. سردارم انا اونجاست. خاموشیست. خدایا توبه. سردارم شما در اینجا چیکار دارید؟ و تو خبری بده دارم میگید. یک لحظه صبر کنید. سردارم چی خبری بده هست؟ باز یکون شما خبری دیگری هم مونده است؟ تونجر چی؟ فاتح را دزدیده است. سردارم شما چه ها میگویید؟ شما چی گفتن از آن را میدانید؟ سردارم شما میدانید که چه ها میگویید؟
از کجا میدانم که پلیس هستید؟ یک لحظه طاقت کنید ما پلیس. در پیشانیت نوشته شده است. مرحمت. سردارم قسم میخورم که این دفعه او را میکشم. گوش کن. یک لحظه گوش کن. گیر این تپانچه و حجتت. یک جایم یا بمورم. فقط خود سرانه کار نکن. ما یک دسته ایم. تونجری حیوان، تونجری پلید، تونجر اگر تو را من به قتل نرسانم نامم یگید نیست. یک دقیقه صبر کنید آخیر. ما بگیر. حجتت را گیر گفتم. به کجاست؟ حال حاضر خبری ندارم. لیکن زنگ میزنم. یک جاییم؟ بله. یک جاییم. بس کن از گیره تو سرم ورم کرد حاضر در اخلاق میپرتایم خاموش شو بهترش کار را یک بار حل کرد پدر و پسر را در یک جا گور میکنم میم دو آنها را آرام کن ماشین ها را به یک طرف گذارم ممکن تونجر باشد لبای؟ بچه‌ات مثل تو بوده است گریه زار دارد پیش پدر برگشتنش را حس میکند از خرسندی گریه دارد حرامی بودنت را میدانستم ولی از این زیادش را تخمین نمیکردم این را بعدتر گپ میزنیم امشب در نزد سمندر میبینیم لیکن عملی بیجا نکن این مراتب تنها میایی خواطر نشو تنها روبرو میشویم میبینیم کجا میگریزی نصف شب ساعتی 12 نامرد سردارم مرا تنها بیا گفت نمیشود ما هم میرویم تنها رفتنت بیعقلی است یک جاییم فهمیدی؟ مرا میشنوی؟ رفتیم تو را از دست دادم اما بچه‌ام را هرگز اگر او را هم از دست دهم دیگر معنای زندگی برایم وجود ندارد قسم به نام خدا که او را از دست تونجر خلاص میکنم قسم به نام خدا وای آدم در حقیقت تنها رفته ایستاده است خب کار را آسان تمام میکنیم اگر آقای فروخ به اجازت کار کردنمون رو فهمد خاک هر دوی ما رو میبیزد یگید را یک طرف کنیم کار آسان میشود فهمیدم یگید در راه است کمتر پس همینجا میشود فراموش نکنید او را بغیر من دیگری نکشد
захмдор кардан, задан иҷозат аст. инҷо гузар. ҳардуи шумо он тараф. Шуд, фаҳмидем. ту бошӣ ба он тараф. خیلی خوب فهمیدم. این سخنان آخرینت. وقتت را استفاده بر. در حقیقت تنها آمدنت را باور نمی‌کردم. اینقدر احمق بودنت را نمی‌دانستم. تنجر فراموش نکن که خدا هم تنها است. پلیس ها آمدند. گرفتن در کار. شغال ها، شما هیچ وقت با عقل نمیشوید.
تو چیکار کردی او به سلاح بود؟ سلاحش را میگرفت. جورا جون تو چیکار کردی؟ تونجر میگریزد. سردارم ممدو با من بیا. تونجر کودک رو به من ده. با من گپ زن. این کار آنقدر آسان نیست. آواز از این طرف. حالا هم از پسی منی مرا میشنوی؟ بچه‌ت اینجا را بگیران. از ترسش همه جا را تر کرد. تونجر بیا مرد بر این رو برای گپ زنیم. خاموش باش. تونجر کودک را گذار. این هم از گریهش سرم ورم کرد. سلاحم را هم پرتایم. از کودک دور شو. با خون افلاست او را آلوده مکن. مرد بر این گفتی. مرحمت وقتی میدان است. میبخشه. قطار بر وقت رفت. آخر به سلاحم. اگر بگناه را پروندی وظیفه‌ات از دست می رود. اگر خبر نداری من از کار رفتم.
من پلیس نیستم. پس کی هستی؟ جلاد. آواز از اینجا اومد. دال مرا زدی. شخصی به سلاح رو پروندی. بله تو سلاح نداری ولی آدم نیستی تنجر. پروا نکن، مسئله سلاح رو من حل میکنم. آرام شو باشه جانم، تو ذره‌ای هم نترسیدی. چی شد اینجا؟ سردارم تنجر به لعنت حق پیوست. فهمون با مویو یا این چی؟ گوش کن، سلاح داشت میپروند، من خود را مدافع کردم. تو خود مطمئنی که خود محافظت کردی؟ سردارم یگان دلیل دیگری دارد مگر؟ بچه هم اومدن. سردارم فوته گرسنه است، بیاید زودتر از اینجا رویم. این حرامی را خودی مسئولان میبرند. حرامی از خوکی vahşi هم can saxtar budu است. Bir sevda düştü içimize, her şey önce yüce vatan içindedir.